امید هست که آنها از گناهشان دست کشند، با آنها زندگی کنید. دعوت کنید. شوهرایی هستند که گناه خود را یا ضعیفی خود را به گردن میگیرن، میگن من عرقخور هستم، من این کارم رو میدونم، من توبه کردن میخواهم. شاید شما سبب شوید که این انسان توبه کند. اما شوهرایی هستند که مجاهر هستند، یعنی در گناه خود آشکارا هستند و هیچ جای ترس ندارن. میگن کجا روی رو، با کی عرض کنی عرض کن، من در زینای خود در کرته رو به زینا برابر کرده نمی شود، عرق خوری رو به سیگار برابر کرده نمی شود. اگرچه سیگار هم حرام است، عرق هم حرام است، اما درجه حرام از حرام فرق میکند. مثلا من در عرق خوری هم همیشه هستم، عرق برای من حلال، این شوهر برای تو حرام است، زندگی نباید کنی. اما همین گونه شوهرها رو ترک میکنن زنها یا نه؟ این علامت سوال هست که تا امروز خیلی گفتم من ندیدم که خواهر بگوید به خاطر الله، به خاطر گناه های کبیره شوهرم رو ترک کردم.